کار برای تمام زنها، دخترهای خانشین. اگر کسانی که خواهش کار کردن داشته باشند، مرحمت با واتساپ و رقم های دارای کرام بوده با طریق واتساپ شما نویسید، زنگ زنید و بر شما معلومات پورا میدهند. اگر کار بر شما معقول شود، مرحمت کار کنید و شما برای کار خواهانم. مردی که قد پست و پایهای باریک دارد، مکه را ویران میکند، او کیست و در کدام وقت میآید؟ برادرای عزیز و گرامی، یکی از نشانه های قیامت هم انا هرگاهی که اگر این حادثه شد، یکی از همون انا نزدیک بودنی خانه ویران شدنی خانه کعبه است. ما در اینجا از امام احمد از عبدالله ابن عمر نقل میکنند که رسول خدا گفتند مرد با ساقهای بلند کعبه را ویران خواهد کرد، زینتش را می دزدند، جامه اش را بیرون میارند. حالا برایم عیان هست زمانی که او سری تاس و پایهای خمیده و کچپا و همون گویم اسبابهای ویران کنندش به کعبه ضربه میزنند. این برادر عزیز حدیث در مسند امام احمد آمده است، لیکن اسنادش قوی است. خلاص در اینجا بسیار آمده است. در این کتاب‌هایی که در پیش منم هست من نگاه کردم، همه‌شون مقصد این حدیث میارن. حدیث ویران شدن خانه کعبه را یکی از نشانه‌های قیامت میدانند. خب امام احمد در مسند خود از ابو هریره اینجا دو نقل کرده است. رسول خدا گفتند، حدیث متنش میارد، در سلسله احادیث های صحیح میارد و میگوید که انا مردم حبشی می آیند، خانه را خراب میکنند، چنان خراب میشود که بار دیگر آباد نمی شود. و آنها کسانی هستند که گنج خانه را بیرون میارند و پرده را میدرانند. اینجا هم حدیث دیگری که آمده است، یخرب الکعبه ذو سویقتین من الحبشه، اینجا با متن حدیث آورده و خانه کعبه را حبشی نابود میکند و زیور آن را به غارت میبرد، پوشش آن را میدرانند. یعنی همه اینا بعد کعنی انظر الیه اسوده، خب گویا میبینم که مردی سیاه رنگ با ساقهای کوتاه تیکه تیکه سنگهای کعبه را میشکند. پیامبرمون نقل کیسته که یعنی همون مردی حبشی سیاه پوستی که قد پست دارد، کله خرد دارد و ساقهای بسیار خرد دارد و باریک دارد و در دستش همون گویم آلت هایی که اسباب هایی که سنگ های کعبه را میزند و دانه دانه کنده میپرتاید، میگد همچنان است که در پیش نظر من این حادثه را میبینم. یعنی در چشم پیامبر گرامی این نمایان شد که چگونه خانه کعبه را ویران میکنند. برای همین برادران عزیز و گرامی، هر یک حادثه و کاری را که می آید الله مهربان از حکمت او آگاهی دارد. چرا خانه کعبه ویران می شود؟ چرا دیگر آباد نمی شود؟ و چرا تا آن روز را مقصد ویرانش نکردند؟ و هر حادثه ای که به سر دین می آید، به سر مسلمان می آید، برادران عزیز هیچ وقت از اراده الله مهربان او دور نیست و حکمت او را الله مهربان می داند. به این خاطر ما نمی دانیم که این حادثه کی آمدنی هست و کی شدنی هست و حتی دیگر که در عوض این کاری را که این سیاه پوست میکند ما حق ملامت آدمای سیاه پوست نداریم. از این لحاظ معنای این سوال شما برادر عزیز همین است که
این یکی از نشانه های آخر الزمان هست که این حادثه حتما به وقوع پیوندد.